فیلم امروز راجع به یه دختر و پسر جذابه که با هم دیگه ریل میزنن تا دلتون بخواد با هم دیگه عشق و حال میکنن. تا اینکه بابای دختره اگه دوست داری بدونی چی میشه حتما تا همراه ما باش، ولی قبلش یه نوازشی هم بر دکمه لایک بکن. روز جشن فارغ التحصیلی دبیرستانه. جولی دختر خیلی سردیه. تو دوران دبیرستان با هیچ کس دوست نشده. همه دارن خوشحالی میکنن و با هم دیگه عکس میگیرن، اما جولی جز برادرش هیچ کس کنارش نیست. یه پسر به اسم دوید تمام دوران دبیرستان روی جولی کراش داشته، اما روش نمیشده بهش بگه. دوید مسئول پارکینگه، یه رستورانه. جولی خانواده خیلی ثروتمندی داره. پدرش بهش میگه برای جایزه فارغ التحصیلیت هر چی بخوای برات میگیرم. جولی هم که میخواد از لاک خودش در بیاد و وارد رابطه بشه بهش میگه برام یه پارتی بگیر. باباهایم قبول میکنه. عجب بابای پایه‌ای داره. جولی میره تا دویدو به پارتی دعوت کنه که یه آدم خودخواه با مازراتی از راه میرسه و بی‌ادبی بهش میگه ماشینمو پارک کن. اونم برای تلافی ماشینو برمی‌داره که یه دوری بزنه. جولی هم با خودش میبره. وقتی برمیگردن مرد دوباره بهشون بی‌احترامی میکنه. دویدم یه مشت میزنه تو صورت یارو و دلش خنک میشه. بابای جولی هم این صحنه‌ها رو میبینه و برای دوید بد میشه. روز پارتی فرا میرسه. بچهای دبیرستان اون شب یه جا دیگه پارتی گرفتن و جز دوید همه رفتن اونجا. دویدم برای اینکه جولی رو خوشحال کنه میگه الان یه کار میکنم همه بریزن اینجا. اون زنگ میزنه آمار پارتی اونا رو به پلیس میده. عجب آدم خبرچینی. یه ساعت بعدم همه بچه‌ها سرازیر میشن خونه جولی. دوست دختر سابقش هم میاد، اما دوید تحویلش نمیگیره. بابای جولی از اینکه دخترش با پارکبان رستوران ریخته رو هم ناراحته، اما به روی خودش نمیاره تا تولد دخترش خراب نشه. قرار میشه هر دختر و پسر تو چند دقیقه یه رقص و تمرین رو اجرا کنن. همه میان رقصشون رو اجرا میکنن. نوبت به جولی و دوید میرسه. رقص اونا همه رو به وجد میاره. اکسش هم طبیعتا داره فشار میخوره. وسط رقصشون برق میره. دویدم سریع از فرصت استفاده میکنه و دست جولی رو میگیره ببره تو اتاق تا ببوستش. باباش که میبینه خبری از جولی نیست اینقدر صداش میکنه تا مجبور میشن از اتاق بیان بیرون و پتهشون ریخته میشه رو آب. بعد از مهمونی بابای دوید رو یه جوری بدرقه میکنه که یعنی بری دیگه بر نگردی، اما دوید میگه من جولی رو دوست دارم و دوباره برمیگردم. جولی دوباره دوید رو دعوت میکنه خونشون. باباش به دوید میگه برنامه‌ت واسه آینده چیه؟ عشق تنها که به درد زندگی نمیخوره. باید بتونی یه زندگی خوب هم بسازی. دوید میگه عشق از همه چی مهمتره. پولم که تلاش میکنیم و به دست میاریم. شب که داره میره جولی صداش میکنه بهش میگه کجا میری؟ بودی حالا برنامه میچینن موقعی که همه خوابن ایشون دوباره برگرده تا ترتیب جولی رو بده. صبح جولی به دوید میگه هفته دیگه باید برم یه شهر دیگه یه دوره آموزشی 3 ماهه بگذرونم. دوید ناراحت میشه، اما میگه کارش نمیشه کرد. حداقل این چند روزو تا میتونیم خوش بگذرونیم. از اون روز عشق و حال در حد اعلی شروع میشه. روزها میگذره، هر تفریحی که فکرشو بکنید میکنن، یه لحظه از دست نمیدن. فقط امیدوارم نتایج این تفریحات تو خلو نشه. روز آخری هر کاری میکنن میبینن نمیتونن از هم دیگه دل بکنن. جولی برمیگرده میگه اگه بهم بگی نرو نمیرم. دویدم میگه نرو و به همین سادگی جولی میگه چشم. جولی میره خونه، چمدونشو خالی میکنه. باباشم هر کاری میکنه منصرفش کنه نمیتونه. حالا من میگم شما این ویدیو رو لایک کنید، شاید منصرف شد. صبح از خواب بیدار میشه، میبینه خانواده‌اش دارن جمع میکنن برن ویلای ساحلی. به باباش میگه بابا من قرار دارم نمیام. باباشم میگه تو گو خوردی باید بیای. جولی خیلی ناراحته چون مجبوره بره، ولی دریوزتر از این حرفاست و آدرس رو میفرسته دویدم بیاد اونجا. بابایی که میبینه کاری از دستش برنمیاد سعی میکنه فعلا باهاش صلح کنه تا بعداً خودشو بکنه. شب که میشه دویدم میره از انبار یه چیزی بیاره که میبینه بابای با یه زن داره کار خاک برسری میکنه. فرداش خیلی احمقانه به باباه میگه دیدمت. بابایی که گردن نمیگیره و مشکل بینشون عمیق‌تر میشه، یه روز به دوستاشون بهشون میگه شب مخفیانه بریم شهر بازی تفریح کنیم. دویدم مخالفت میکنه، اما به خاطر اصرار جولی مجبور میشه قبول کنه. اونا میرن اونجا، مشغول عشق و حالن که دوست دختر قبلیش از موقعیت سوء استفاده میکنه و زنگ میزنه پلیس. پلیس میریزه اونجا و دویدو فداکاری میکنه و خودشو تومه میکنه تا بقیه فرار میکنن و نهایت دستگیر میشه. اینا اثرات مخرب شیشه است. یکی نیست بهش بگه دست دوست دخترتو بگیره فرار کن. این کارا چیه؟ جولی میره خونه، به پدرش التماس میکنه که وثیقه بذاره تا دویدو از زندان در بیاد. پدره هم میره از زندان درش بیاره، اما بهش میگه رابطه تو و دخترم تمومه. ضمناً من راجع به گذشته تحقیق کردم و میدونم وقتی دیدی یکی کنار مادرت خوابیده اونقدر بد زدیش که کارش به آمبولانس کشید. تو هم مثل پدرتی به اندازه کافی خوب نیستی. همونطور که مامانت به پدرت پایبند نبود جولی هم به تو پایبند نمیمونه.
دوید دیگه از کوره در میره و با یه مشت ازش استقبال میکنه و شرایط از اونی که بود بدتر میشه. بابای میاد خونه میگه بفرما عشقت منو زد. جولی میره ببینه چه گلی باید به سرشون بگیرن. اکس دوید دوباره از موقعیت سوء استفاده میکنه، میاد سراغ دوید. جولی هم همون موقع از راه میرسه. صحنه رو میبینه و بله. خود شما بودین چه فکری میکردین؟ دوید میافته دنبال جولی که باش حرف بزنه، اما انگار بدشانسی تمومی نداره. جولی بیچاره تصادف میکنه و دستش میشکنه. باباشم به بابای دوید میگه از پسرش شکایت کردم. یه بار دیگه نزدیک خانواده ما پیداش بشه میافته زندون. دست دخترش هم میگیره میبره یه شهر دیگه ثبت نام میکنه که فکر دوید از سرش بیفته. جولی تو شهر جدیدش با یه پسر دوست میشه. دوید و اکسش هم دوباره به هم برمیگردن. اما اون دوتا کماکان دلشون پیش هم دیگه است. مدتی بعد جولی برمیگرده. دوید هم میره فرودگاه و پیداش میکنه و همونجا همو میبوسن. جولی دوباره شب سر دوید با باباش دعواش میشه و از خونه میزنه بیرون. تو این گیرودار پای بابا میخوره به یه شمع میفته و کل خونه آتیش میگیره. دوید هم میره تو خونه کمکی کنه که خودش هم مظلوم میشه. بابای فاز فردین برمیداره، نجاتش میده و از خونه میارتش بیرون. بعدم متأثر میشه و تصمیم میگیره عوض بشه و بیشتر به خانواده‌اش عشق بورزه. جولی هم با باباش آشتی میکنه و با دوید میرن ماه عسل و عشق و حال کنن و اینجا فیلم به پایان میرسه. ممنون از اینکه تا اینجا همراه ما بودید. لطفاً برای حمایت از ویدیو رو حتما لایک کنید و برای دسترسی به ویدیوهای بیشتر چنل ما رو هم سابسکرایب کنید.